سلام دوستان، آرمین هستم. با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. در این ویدیو می‌خوایم بازی‌های جدید اشتراک سرویس گیم پس آلتیمیت تو با هم بررسی کنیم، ببینیم چه بازی به این اشتراک اضافه شدن و تریلرهاش ببینیم و توضیحاتش رو بدیم، ببینیم کدوم ارزش دانلود کردن دارن و کدوم ندارن. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش لطفاً کانالمون رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید. بریم سراغ ویدیو. خیلی مخلصیم. تو این ماه 7 تا بازی به اشتراک گیم پس آلتیمیت اضافه شده که می‌خوایم تریلرشو ببینیم، توضیحاتشو بدیم و ببینیم کدوم ارزش بازی کردن و دانلود کردن رو داره و کدوم نداره. همینطور که تصویر می‌بینید 7 تا بازی اومده: گیرز آف وار، دراگون ایج، ولد بریکر، هردلینگ، بلک اسمیت و پرسونا 4، گلدن و شبیه ساز هم بوز و گود سیمولیتر. و بریم سراغ تریلراش. اولین بازی که میخوایم ببینیم بلک اسمیت مستره که ببینیم موضوع چیه. درباره آهنگره. بازی آهنگری طوره که باید بره خودش منابعش رو جمع کنه و حالا چوب و قطعه مورد نیازش رو که از شاگردی شروع میکنه و سلاح کوچیک اول میسازه، یه سری وسایل ابتدایی که بعد پیشرفت میکنه، وسایل میتونه ارتقا بده، کارگر اضافه کنه به کارگاهش و اگه خوب کار کنه شهرت زیادی پیدا میکنه. برعکس اگه خوب کار نکنه میتونه شهرتش از دست بده و مشتریش کم بشه. یه بازی شبیه ساز مدیریتیه و اونایی که عاشق بازی مدیریتی هم و اینجور بازیان میتونن تجربه کنن. گرافیک خیلی قشنگ باحالی هم داره و این بازی به اشتراک گیم پس اضافه شده. خب این از این بازی. میریم برای بازی بعدی. بازی بعدی ولد بریکر. ببینیم موضوع چیه. بازی تیراندازی اول شخصه که باید مبارزه کنید و سلاح به دست بیارید و مأموریت‌ها رو انجام بدید و ربات‌ها رو از بین ببرید و مبارزه با ربات‌هاست تو جنگ آینده. که این هوش مصنوعی بازی خیلی قویه تو این بازی. نیتمونم ضعیف. اونایی که عاشق بازی اول شخص و شوتر و تیراندازی هستند برای جنگ ربات‌ها و برای سالهای مثلا آینده و اینا میتونن بازی رو راحت دانلود کنن و استفاده کنن و این بازی هم تو اشتراک گیم پس آلتیمیت اومده الان، میتونید استفاده کنید. بازی بعدی گود سیمولیتر ریمستره. نسخه قبلیش داخل گیم پس بوده و خیلی بازی کردن. این نسخه ریمسترشه و کیفیت و بهتری داره، بالاتری داره که نیاز به توضیح هم نداره. یه شبیه ساز بازی بوزه برای سرگرمی و بازی خنده‌دار و فانی بیشتر تا اینکه هدف خاصی داشته باشه، که میتونی با سایر موجودا و حالا اشیا تعامل کنی
و چالش های خنده دار حالا جذابی رو با هم رقم بزن. یه بازیه که میتونید راحت بگردین تو زمینش، هر کاری دوست دارین بکنین، یعنی یه داستان هدف خاصی رو دنبال نمیکنه. که نسخه بازسازیش گرافیک و جلوه‌های بصری خیلی بیشتری داره نسبت به نسخه قبلی. اگه نسخه قبلی بازیگر این نسخه رو حتما بازی کنین که خیلی بیشتر حال میده. میتونی با حالا بوزه بپری، پرت کنی چیزی رو، تخریب کنید و هر کاری که دوست دارید میتونید با این بوزه انجام بدید. بیشتر یوتیوبرها من میدیدم با این بازی کلی ویدیو گرفته بودن گذاشته بودن داخل یوتیوب. خیلی حال میده. خب بازی بعدی که میخوام براتون معرفی کنیم پرسونا 4 گلدنه که یکی از بازیایی که ارزش دانلود کردن رو به نظر من داره که داخل گیم پس اومده. جزو بازی خوبیه که این ماه به گیم پس اومده. اونایی که عاشق انیمن میتونن اینو دانلود کنن استفاده کنن. تو سبک انیمه و نقش آفرینیه و توسط کمپانی سگا ساخته شده. که قهرمانه خودشو داره که با دشمنا مبارزه میکنن و که هر کدوم شخصیت ها یه داستان خاص خودشونو دارن، یه رفتار و یه قدرتی دارن و شاید این بازی یه ذره به خاطر همین سرگرم کننده کرده برای طرفدار انیمه باز. شاید اونا که انیمه باز نباشه خب براشون جذاب نباشه. این از این. بریم سراغ بازی بعدی، هردلینگ. از مشخصات هردلینگ بخوام بهتون بگم تو سال 1018 معرفی میشه. یه ماجراجو که از شهر سمرقند میخواد بره به سمت هاردلند و یه بازی که ماجراجویانه است که توی امپراتوری باید بگردید، اسرار زیادی رو کشف کنید و با دشمنای شهر هاردلند مبارزه کنید، سلاح جمع کنید و بتونید خودتون رو قوی کنید و یه امپراتوری جدیدی رو بسازید تو شهر. که جهان بازه و میتونی هر جا که بخواید برید، میتونید 10 ساعت بشینید و سرگرم بشید با این بازی. خب بریم سراغ بازی بعدی سریع. گرزاوار ریلودد یکی از میتونم بگم بهترین بازیایی که این ماه به گیم پس آلتیمیت اومده، سری گرز و گرزاوار که خیلی طرفدار داره و دیگه توضیح نداره که بهتون بدم، همه میشناسیمش. قطعا ارزش دانلود کردن رو داره 100%.
توی سیاره‌ای که رو به نابودی، شما باید برای بقا بجنگید و موجودات عجیب غریب مبارزه کنید تا سیاره رو نجات بدید و از نابودی نجات بدید سیاره رو، خودتون رو. پر صحنه‌های جلوه‌ای ویژه است، گرافیک بالا، تیراندازی و خیلی خفنه بازیش. من گرز 3 رو بازی کردم، 4 رو بازی کردم، 5 هم بازی کردم. اینم قطعا دانلود کنه بازی. خیلی خفنه بازیش. بازی آخر، بازی هفتم، دراگون ایج. ببین این بازی چه جوریه. که با کیفیت بصری روایت غنی‌تر از سری گذشته بازگشته این نسخهش. فعال شخصیت روک و مبارزه با خدایان باستانی و نیروهای شیطانیه. این بازی طرفدار خاص خودشو داره، شاید خیلی ها یه سری خوششون نیاد از این سبک نو بازی. گرافیک نسبتا خوبی داره و نوع مبارزه و بس فایتاش قابل قبوله و ارزش دانلود میتونه داشته باشه. میتونی قهرمانت رو تجهیز کنی، ارتقا بدی و نیروهای مختلف داره که بهت نشون میده تو تریلر. نوعی ما داریم گیم پلی بازی میبینیم تا تریلرش. البته و اینم به این شکل. کلا
تو سبک مبارزه با اژدها و موجودات فضایی عجیب غریبه. اینم بازی دراگون ایج و بازی تمام شد، همه رو بررسی کردیم و حالا یه نگاه هم دوباره بندازیم به اینجا که 7 بازی نگاه کردیم. از بین این 7 که بخوام ببینیم کدوم ارزش دانلود کردن رو داره، یکی 100% گرزاواره، رتبه 1. رتبه 2 رو من بهش بلک اسمیت میدم، خوشم اومد. رتبه 3 کود سیمولیتر، رتبه 4 دراگون ایج و رتبه 5 وید بریکر و رتبه 6 هردلینگ و رتبه آخرم پرسونا 4 گلدن. چون من انیمه دوست ندارم خب این رتبه آخر گذاشتم و من شاید دانلودش نکنم، ولی خیلی طرفدار ممکنه داشته باشه و میتونن دانلودش کنن و از اشتراک گیم پس التیمیت استفاده کنن. و نکته‌ای که هست وید بریکر و بلک اسمیت فقط برای پی سی میاد و بیرزافا رو دراگون ایج و هردلینگ و پرسونا 4 گلدن و گود سیمولیتر برای کنسول میان و میتونن استفاده کنن. اونایی که اشتراک گیم پس التیمیت دارن از فروشگاه خودمون میتونن خرید بکنن با قیمت عالی و پشتیبانی کامل و بازی رو دانلود کنن استفاده کنن. خیلی مخلصیم، ممنون که این ویدیو رو تا آخر دیدید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید تا بازی‌های بررسی بازی دیگه و آموزش ایکس باکس پلی استیشن. بدرود.